سلام. این قسمت از برنامه هود نایس نیستش چون خب اصلا صبح. من بچه که بودم یه همسایه داشتیم تو اون ساختمونی که زندگی میکردیم. این یه دیو ریسر داشت. دیو ریسر هم یه ماشین به شدت حوصله سربر و مزخرفه. حالا الان این زیر یه سری طرفداری دیو ریسر میان به من میپرن نه تو هیچ چی نمیدونی از دیو ریسر. خب واقعا قبول کن یه ماشین آشغاله. کاری به اینش ندارم که دیو ریسر خودش به خودی یه ماشین حوصله سربر و اینا بود. رفتاری که اون بنده خدا با این ماشین داشت رو با هم میدید. هیچ وقت اون ماشین تمیز نبود، همیشه یه جاش زخمی بود، همیشه یه سیمی چیزی از اون ماشین آویزون بود. 20 سال پیش که مثلا تازه دیو ریسر 10 سالش بود چراغاش کدر شده بود و خلاص اینا. قطعا دیدید همچین آدمایی رو که از یه سری از اینجور ماشینا استفاده میکنن و اینا. حالا شما نمیدونم چی میگید به استفاده اینجور آدما از ماشینا، ولی ما بهش میگیم استفاده چست‌خواری. ولی خب این کلمه چون مقدار بی‌ادبی و بی‌کلاس و سطح پایین و لو لوله، من براش یه جایگزینی پیدا کردم. اونم کلمه صرفه‌جویی خورانه است. از این بعد تو برنامه اینو میگیم راجع به در واقع اون کلمه زشت و لو لولی که داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم. همیشه برام سوال بود این آدما چه جوری از این ماشینا استفاده می‌کنن؟ چرا اینجوریان؟ بچه‌م بودم و کلی ادعای عشق ماشینی و ماشین بازی و اینا میگفتم من بزرگ شدم حتما ماشینم همیشه برق میزنه و تو بهترین حالت خودشه. ولی با گذر زمان بهم ثابت شد چرا اینجوری فکر میکردم. سلام، من امیرحسن پریوند هستم و این ماشین صرفه‌جویی خورانمه. چند تا نکته‌ای که همیشه اینجور افراد بهش پایبندن اینه که همیشه یه جای ماشینت خورده باشه یا زخمی باشه و هرگز قرار نیست درستش کنی. هرگز. همیشه لاستیکای ماشینت مثل دلت باید صاف باشه. هیچ وقت لاستیکتو نباید عوض کنی تا وقتی که دیگه کاملا از کار بیفته. چیزایی هم که راجع به تاریخ انقضای لاستیک و اینا میگن همش تکنیکای بازاریابیه، زیاد جدیش نگیر. نکته بعدی که حتما میدونیدش اینه که هیچ وقت قرار نیست از این دکمه استفاده کنی. هیچ وقت. من معتقدم ماشینی که زیر پای آدمه و آدم داره هر روز ازش استفاده میکنه زیاد نباید برات خرج بتراشه. خلاصه هر روز باید با خیال راحت بهت سواری بده. ولی یه دوستی اینجا دارم که خیلی موافق رانندگی صرفه‌جویی خورانه و استفاده صرفه‌جویی خورانه از یه ماشین نیستش و قرار بیاد با این ماشین یه دوری بزنیم. من خودم از اون دسته افرادی هم که قرار نیست هیچ وقت ماشینم روی مود اکونومی دیده بشه. برخلاف امیرحسن که راجع به مکتب صرفه‌جویانه خورانه یه همچین چیزی که گفت، یه مکتب دیگه هم وجود داره که خارج از ایران احتمالاً توی ایران هم هست. شاید شما دیدید و شاید ندونید اسمش چیه. شت باکس سوسایتی. یه جامعه‌ای هست که از همچین ماشینای صرفه‌جویانه خورانه استفاده میکنن برای کارهای غیر صرفه‌جویانه خورانه. مثلا این ماشین یه آشغال فرانسوی 1600 که نسخه‌های دیگه‌ای هم خود شرکت درست کرده مثل آرسی و جی تی آی و اینا که نسخه قوی‌تر و برای کارهای دیگه‌ایه که ما میپسندیم. اما نکتهش اینجاست. توی این مکتب حتی اگه شما دسترسی به ماشینای بهترم داشته باشی سراغش نمیری. دست میذاری روی گزینه ارزونتر، ضعیفتر و اینو انگولک میکنی. چرا؟ چون شت باکس سواری. سلام، من نیما موسوی ام و امروز قرار راجع به نقش پژو توی کامیونیتی شت باکس ها باهاتون صحبت کنم، اما نه به روش همیشگی. با یه آشغال فرانسوی با چیزای فرانسوی صحبت میکنیم. اگه تاپ گیر رو دیده باشین یا گرند تور، وقتی میخوان راجع به این ماشینی صحبت کنن برمیگردن به اون جایی که ماشین متولد شده یا ازش اومده. شاید اونا برن فرانسه، شاید چون این ماشین فرانسویه، ولی توی فرهنگ ما فرق داره. امروز اومدیم توی بولواری که احتمالاً این شت باکس از اینجا شروع شده، بولوار دادمان. پژو از اول فعالیتش تو ساختن خیلی چیزا موفق بود و واقعا هم ترکون، مثل نمکتونایی که تولید کرد، کارخونه فولاد یا حتی دوچرخه‌ای که ساخت. ما که سوار نشدیم ولی میگن خیلی دوچرخه‌های خوبی بودن. و بعد از اون دید خب من که تو همه چی موفقم، چرا وارد صنعت خودروسازی نشم؟ که اتفاقا موفق بود. ماشینای واقعا خوبی ساخته تا الان، ولی تا دهه 90
از دهه 90 که اول داغ شدن هات هچا و شت باکس سوارا اینا بود، واقعا میشه گفت به نوبه خودش به صورت برعکسی انقلابی درست کرد. حتی 205 هم ماشین خوبی بود، ولی خب رسیدیم به 206 که همچین مثل نسل‌های قبلیش چنگی به دل نمیزنه. البته من با اینکه این ماشین رو دوست ندارم، ولی از اونجایی که علاقه‌ای به کامیونیتی شت باکس ها دارم، میشه گفت اگه بیشتر از روندن 911 جی تی 3 توی نوربرگینگ دلم نخواد، کمتر روندن اینو دلم نمیخواد. نه این ماشین، کلا هرچی شت باکس ضعیفه که میتونی مادیفایش کنی و ازش اسب بیشتری بگیری، یا حتی همونجوری فابریک بتونی باهاش توی نوربرگینگ یا پیستای دیگه یا حتی تو خیابون، که البته من توصیه نمی کنم، یه گازی بدی و یه حالی بکنی. اما نکتهش اینجاست، یه آپشن مخفی که توی این ماشینا تعبیه شده، مخصوصا توی فصل گرم، اینه که شما میتونی یه اسپورت مود مخفی داشته باشی. به این صورت شما این دکمه رو میزنی، ولی خیلی باید آماده باشی. ماشین روی حالت اسپورت موده. دو زیادی برای 84 دو زیادی بود. جمعه صبح و ما این دکمه اسپورت مود مخفی رو جایی تست کردیم که خب خلوته، ولی اصلا همچین رانندگی رو توی شهر توصیه نمی کنیم. نه من، نه خب قاعدتا دوست من که با طرز رانندگیش داره اینو تبلیغ هم میکنه، ولی خب من توصیه نمی کنم که همچین رانندگی بکنید، چون خطرناکه. اگه هر چقدر هم که به دست فرمون خودتون اعتماد داشته باشید، ممکنه لای همین جاها یه چیزی بپره جلو، یه لاستیکی بترکه. پس هیچ وقت این کارو نکنید. الان که من دارم با شما صحبت میکنم و به این ماشین، یعنی با این ماشین انقدر شوخی کردیم، سال 1404یم. همونطور که بولوار دادمانو گفتم و یه سری یاده یه سری خاطرات افتادن، شما اگه یه جوون دهه 60 باشی احتمالاً و حالا وضع مالی نسبتاً خوب داشته باشی، اون دوره احتمالاً با یه دونه از آلبالیای اینا به صورت فابریک توی جردن بودی، یا اگه یه دستکاری کرده باشی باید با اینجا خاطره داشته باشی. همون زمان که خیلی‌ها درگیر خشگیر CD یا پیشگوشتی و نوار کاست بودن، نوکیا میاد یه کار جالبی میکنه. تو همون دورانی که تکنولوژی به نظرم به جذابترین دوران خودش رسیده بود و تموم شد. حالا من میخوام بدونم که توی این ماشینی که احتمالا الان CD هم نداره و فلش هم نمیخوره و هیچی، یه ضبط کلاریون فابریک، ساب ماشین به ما بگه که چجوری موزیک میذاره. ببین خیلی راحته، کافیه فقط یه نوکیا داشته باشی، بعد میای نوکیا رو روشن میکنی اینجوری، بعد آهنگ مورد نظر رو پیدا میکنی، آهنگو میذاری، بعد رادیوت هم روشن میکنی. بعد اینجوری رادیو، یعنی از طریق رادیو این آهنگ ترانزیت میشه روی ضبط. یعنی فقط کافیه رادیو تو روی موجی تنظیم کنی که این گوشی ترانزیت داره میکنه این آهنگو روش. همین.